فکر کن همین الان همه چیز مثل همیشه عادیه. مردم دارن راه میرن، ماشینا در حرکتن، اما یه اتفاق غیر ممکن میفته. گرانش زمین برای فقط 5 ثانیه کاملا قطع میشه. یعنی دیگه چیزی وزن نداره، نه تو، نه ماشین ها، نه ساختمون ها و نه تا به اقیانوس. در همون لحظه اول همه چیز از زمین جدا میشه. آدم ها دیگه روی زمین نمیستن و همه چیز شروع میکنه به شناور شدن. حتی آب هم دیگه پایین نمیریزه و به شکل توده‌های معلق تو هوا حرکت میکنه. بزرگترین تغییر مربوط به اقیانوس هست. چون آب دریا هم وزن نداره دیگه پایین نمیمونه. آب شروع میکنه به پخش شدن و بالا آمدن در هوا. اگر این حالت حتی چند ثانیه ادامه پیدا کنه میتونه کل سواحل و شهرهای کنار دریا رو نابود کنه. در شهرها هم همه چیز به هم میریزه. ماشین‌ها، انسان‌ها و اجسام در هوا معلق میشن و با هم برخورد میکنن. چون هیچ چیز ثابت نیست. کوچکترین حرکت باعث برخوردهای زنجیره‌ای میشه. اما یک نکته مهم وجود داره. گرانش فقط ما رو روی زمین نگه نمیداره، بلکه کل سیستم زمین رو هم منظم نگه میداره. اگر فقط برای چند ثانیه قطع بشه، همه چیز از تعادل خارج میشه. بعد از چند ثانیه گرانش دوباره برمیگرده، اما اثرات همین چند ثانیه کوتاه میتونه مدت‌ها باقی بمونه. زمین بعد دوباره همه چیز رو به حالت عادی برگردونه.